دروغگویی عالم نمای جاهل. حق سخنرانی ندارم، حق فقط سوال دارم. درسته؟ خیلی ممنون. بله. آیا حضرت علی نام پسرش را ابوبکر گذاشت یا خیر؟ نه، نگذاشت. ملاحظه فرمودید که این حجت الاسلام مزین به لباس روحانیت چقدر راحت دروغ میگوید. بلکه این حقیقت است که هر روزی این مدعیان دروغین علم و تاجران دین فروشی که فقط به خاطر منافع و عقده‌های شخصی مردم را به دوزخ می‌کشانند دست از دروغ گفتن بردارند، بخش بزرگی از مشکلات امت اسلامی حل خواهد شد. از نظر ما شیعه را اگر میخوایی اسمش ابوبکر و عمر نبوده، عثمان هم که بوده خود امیرالمومنین علیه السلام فرموده به خاطر صحابی پاکباز رسول خدا عثمان ابن مظعون اسمش گذاشتم. الو حاج آقا. بله، عمر هم که بوده اون اسمش عمر بوده. عمر شما میدانید عمر با عمر یک جور نوشته میشه. عمر با عمر. حالا دقت کنید، چیزی که این آقا به همین سادگی انکار میکند در طول تاریخ علما و مورخان و محدثان شیعه در کتابهایشان ذکر کرده‌اند. از جمله نام ابوبکر ابن علی ابن ابی طالب رضی الله عنهما را دهها عالم شیعی از جمله شیخ مفید و طبرسی و اربلی و قمی و باقر شریف و هادی نجفی و صادق مکی و ابن شهرآشوب و غیره ذکر کرده‌اند. از نظر ما شیعه را اگر میخوایی اسمش ابوبکر و عمر نبوده. ابوبکر ابن علی برادر حسین ابن علی بود که در کربلا با او به شهادت رسید. مادرش لیلا بنت مسعود ثقفی بود. شیخ مفید نیز در کتاب الارشاد بخش اسماء من قتل مع الحسین علیه السلام او را جزو کسانی شمرده که از اهل بیت حسین ابن علی در کربلا به شهادت رسیده است. معجم رجال الحدیث آیت الله خویی جلد 22 صفحه 71. و نام عمر ابن علی ابن ابی طالب را شیخ مفید و طبرسی و ابن شهرآشوب و اربلی یا اربیلی و نجفی و دیگران ذکر کردند. عمر ابن علی پسر علی ابن ابی طالب است که مادرش صهبا التغلبیه یعنی ام حبیب بنت عباد ابن ربیعه ابن بجیر ابن العبد ابن علقمه بود. عمر پسر علی ابن ابی طالب گرچه به گفته آیت الله خویی و دیگران در کربلا در دفاع از برادرش حسین به شهادت رسید، در معجم رجال الحدیث آیت الله خویی جلد 14 صفحه 51 و 52، اما در واقع ایشان اصلا در کربلا شرکت نداشته و نسل ایشان تا امروز هم در بسیاری کشورها از جمله در ایران و در شهر شیراز خودمان وجود دارند. و نام عثمان ابن علی ابن ابی طالب را مفید و ابن شهرآشوب و طبرسی و اربلی یا همون اربیلی و قمی و قرشی و هادی نجفی و صادق مکی و دیگران ذکر کردند. عثمان ابن علی پسر علی ابن ابی طالب برادر حضرت ابوالفضل عباس است که مادرشان ام البنین در کربلا با حضرت حسین به شهادت رسید. شیخ مفید در ارشاد و ابن شهرآشوب در مناقب آل ابی طالب او را در ضمن شهدای کربلا آوردند. معجم رجال الحدیث آیت الله خویی جلد 12 صفحه 127 و 128. بنابراین مثل روز روشن است که این نامگذاری توسط حضرت علی و اهل بیت نشانه‌ای از پیوند محبت آمیز اهل بیت و خلفای سگانه است و گفتنی است که تنها حضرت علی و حضرت حسین نبودند که فرزندانشان را به نام خلفای راشدین نامگذاری کرده‌اند. حضرت زین العابدین امام چهارم شیعیان 12 امامی پسری به نام عمر داشته که شیخ مفید نام او را در الارشاد و حر آمری در خاتمة الوسائل ذکر کرده‌اند. حتی کسی مانند مرتضای عسکری که به علامه محقق شهرت دارد با وجود تعصب شدیدی که داشت در کتابش معالم المدرستین جلد 3 صفحه 127 اسمهای سه پسر علی بن ابی طالب یعنی ابوبکر و عمر و عثمان را ذکر کرده چون انکار آن ممکن نبوده است. پس مشخص شد که دروغ گفتن و عناد با حق کار و مشغله دائمی بعضی مدعیان دروغین پیروی از اسلام ناب و اهل بیت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم است. کسانی که جز عقده‌گشایی و ایجاد تفرقه و اختلاف و خدمت به دشمنان اسلام کار دیگری ندارند. امیدواریم خداوند ذوالجلال چشم و گوش همه ما و شما را باز کند تا دوست و دشمن خود را بهتر بشناسیم و بتوانیم با وحدت حقیقی بر محور قرآن و سنت دشمنان اسلام را ناامید گردانیم.
عثمان هم که بوده خود امیرالمومنین علیه السلام فرموده به خاطر صحابی پاکباز رسول خدا عثمان بن مظعون اسمش گذاشتم. اما این ادعای بی اساس و مسخره این حجت الاسلام عقده‌ای و بی سواد که اسم پسر علی رضی الله عنه عمرو بوده و اینکه عمر و عمرو مثل هم نوشته میشوند بی ارزشتر از آن است که نیازی به پاسخ داشته باشد، چون کسی که اندک آشنایی با زبان عربی داشته باشد میداند که عمرو یک واو اضافی جلوش نوشته می شود تا از عمر جدا شود و در طول تاریخ تا کنون هیچ کس چون این ادعای مسخره ای را مطرح نکرده و این حقیقت را انکار نکرده است. و اما اینکه حضرت علی رضی الله عنه یک پسرش را به خاطر عثمان ابن مظعون عثمان نام گذاشته است توجیه دروغی بیش نیست و رابطه صمیمانه‌ای که علی ابن ابی طالب رضی الله عنه با تمام خلفای راشدین از جمله حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه داشته، چنان که در تاریخ و حتی نهج البلاغه آمده، خود بیانگر دروغ بودن و مسخره بودن توجیه‌های شماست. یک فرق ما و شما همین است که ما میگوییم نخبگان و پیشتازان امت اسلامی یعنی صحابه بزرگوار و اهل بیت اطهار رضی الله عنهم با هم صمیمی بودند. ما مسلمانان هم باید با هم متحد و صمیمی باشیم. شما میگویید نخیر، آنها با هم دشمن بودند، ما هم باید با هم دشمن باشیم، چون شما از ایجاد تفرقه و اختلاف مصلحت دارید و منفعت میبرید. اما بدانید که جامعه امروز بیدار است و مانند گذشته نیست که هر حرفی را بدون فکر و تحقیق بپذیرد.